تمام کمیکاسیایی که وجود داشت واقعا روزهای به یاد موندنی برای خود من بود. ولی من یادم نمیره، من همشون یادم هست. امیدوارم همیشه تو زندگیتون موفق باشین، ولی این یه شرطی داره، اونم اینه که بدونین همیشه زندگی یه المپیاد واسه امروز روز اولشه، فردا دوباره روز اولشه، پس فردا دوباره روز اولشه. هر روز داریم مسابقه میگیم با زندگی بود. امیدوارم همیشه تو این مسابقه شما نفر اول باشین، یا طلا هم گردن شما باشه. هیچ وقت روزگار نفر اول نباشه برای شما. خب اگر پیشنهادی انتقادی برای روند بهتر المپیاد دارین، یه 5 دقیقه با هم صحبت کنیم بریم بیرون عکس بگیریم. نظری دارید؟ بریم بیرون عکس بگیریم. لطفاً نظری دارید الان بگید. فردا نرید نامه بنویسید به دفتر مسابقه. نظرات الان لطف کنید بگید. خدا رو شکر. اگر همچین احساسی دارید واقعا خدا رو شکر. منم از همه کارشناسام تشکر میکنم، چون اگر هر تصمیمی که ما اینجا گرفتیم کارشناسا این رو اعمال نمی‌کردن، تصمیمات منم باز نتیجه چی؟ دیگه از کارشناسا رو تشکر می‌کنم. دیروز پروژه رو اشتغال کردم. یه ساعت حالا هیچی بابا کارت ایشون گفتیم که توی رده المپیاد جای انتظار نداشته باشیم. الان بیایم بیرون، اونجا یه پله‌ای هست، اونجا خیلی خوبه برای عکس گرفتن. بیایم اونجا چند تا عکس بگیریم که